корхонаи тоҷикистону хитой. یک موضوع اساسی نشست خبری الهام پولادزاده رئیس شهر گلستان مربوط به کمبینت معدنی ادرسمان بود. و گفت که این کارگاه در 6 ماه آینده دوباره باز خواهد شد. ادرسمان حاضر از طرف شرکت اسیم که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شرطنامه به امضا رسیده شده است و از طرف این شرکت حاضر کارهای وصل‌کنی و کارهای ساختمانی در این کمبینات رفته ایستاده است. از طرف شرکت اسیم برای پرداخت نصف معاش چند ساله ها و پرداخت وی برق قرض و پرداخت اندازها چه عهده‌داری های گرفته بودند همش پرداخت کردگی هستند و کمتر مسئله برق کردی پرداخت رفته ایستاده است. من برق مونده اول دیگر که عهده‌داری که نسبت معاش بود نسبت انداز بود همش پرداخت کردگی هستند. پولادزاده میگوید با خرج 50 میلیون دلار و در نوبت اول تأسیس کار برای 500 نفر این شرکت یکی از کلانترین کارخانه های معدنی تاجیکستان حساب می شود. قبلا کارخانه معدنی ادرسمان در اختیار صاحبکاران قزاقستان بود و 15 سال اخیر از کار مانده و کارگران پیشین آن از زندگی سنگین خیش شکایت داشتند. در اونجا متخصصانی که از خود شهرک نمیرسن متخصصی میبرن لیکن اساسی کارمندان در اونجا خود همون شهرک و کارمندان و خود همون شرکت هم مقصد هم خیلی هست که مقصد در پیشون گذاشته که متخصص از خود همون ادرسمان میره برای اونکه هر یک متخصص از دیگر شهر و نویه یا از دیگر منطقه آمدن این هم یک به مشکل برای پرداخت راهگیراش دادن از یک جای خوبش تامین کردن برای همین واقع مقصد دارن که از خود همون شهری که ادرسمان بسیارتر متخصص جلب کنند. ولی یک نگرانی اساسی ساکنان منطقه این است که تقسیمات کار با کارگران محلی و منطقه چگونه خواهد شد، زیرا در دیگر منطقه های تاجیکستان از معاش نابرابر شکایت ها زیاد است. هرچند مقامات طرح سرمایه گذاری را امیدبخش می نامند، تا حال شرایط حقوقی و ضمانت کار برای مردم بومی کاملا روشن نیست. کارخانه ادرسمان در عهد شوروی تأسیس یافت و به پیدایش شهرک در حدود شهر گلستان سابق قیراقم در ولایت سوغد زمینه گذاشت. از آن زمان ادرسمان را شهرک کوهکنها می گفتند و دلیلش هم این که بزرگترین کان نقره در همین مکان جایگیر است. فلزات گرانبها از جمله طلا و سرب در بغل کوههای قورمه و قرامزار همین منطقه نهفتند. کارخانه از سال 2006 به شرکت قزاقی کان منصور تعلق داشت و عمدتاً خاکه نقره استخراج می‌کرد. کارخانه ادرسمان فعالیتش را سال 2012 قطع و خود را مفلس اعلام کرده بود. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. آگاهان میگویند بعد دولتی شدن کارخانه نیز وضع در این سمت تغییر نکرد. بناهای عظیمی آن حالا فرسوده شدند و سیمای شهرک صنعتی زمان معروف را تیره کرده است. این حال نقبکنها و کارمندان آن را مایوس کرد و اکثریت اهالی شهرک را پریشان و سرگردان ساخت. اهالی بیش از 16,000 نفره ادرسمان امیدوارند که مشکل کارگاه حل می شود و مردم شهرک مثل پیشتر با کار تأمین می شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان.